سریال فرام در این حال که خیلی جذاب و پیچیده و دوست داشتنیه، اما انگار نویسنده‌اش لابلای این فکر کردن یه سوتیای خاصی هم داشتن که نمیشه به راحتی از کنارشون گذشت. برای همین امروز تو این ویدیو میخوایم راجع به اشکالاتی که سریال فرام داشت صحبت کنیم و اینکه چه چیزهایی باید توی فصل 3 اصلاح بشه یا اصلاح میشد. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و چنل رو ساب کنید. We can still win. But the only way we go home is together. Hello. Hit the mark, go! The game here is rigged. خب از اونجایی که فصل 3 با پتانسیل زیادی شروع شد، مثل بازگشت تابیتا و تلسم ها و وضعیت سلامتی بود توی فصل قبل و نکات اسرارآمیزی که داخلش وجود داشت، اما بعد از گذشت 7 قسمت بعضی از این خطوط داستانی انگار فراموش شدن یا توجه کافی به اونا داده نشد. انگار خیلی از چیزهای فصل قبل نادیده گرفته شد، مثل تغییر رفتار هیولاها یا تحقیقات جید در مورد اشکال و تصاویری که میدید، انگار که هیچ نتیجه‌ای نداشت. خب این منو واقعا کلافه کرد. این چیزا عناصر تصادفی نیستن که نویسنده بخواد خیلی ساده از کنارشون بگذره. واقعا اینا اتفاقایی نیستن که بشه از کنارشون گذشت و بهش پرداخته نشه. یکی از ناامید کننده ترین خطوط داستان که رها شده وضعیت سلامتی بویده، چون توی فصل قبل خیلی موضوع مهمی نشون داده میشد، ولی توی فصل 3 انگار نه انگار که این شخص واقعا حالش بد بود. به نظرم باید پیگیری میشد. و یه چیز دیگه این بود که لرزش دستاش چی شد یا توهماتی که میدید چی. مشخصا انگار قرار بود وضعیت بوید یه چیز بزرگی رو نشون بده. ما یه رهبر توی فرام داشتیم که انگار آروم آروم کنترل ذهن خودش رو از دست میده. این موضوع نه تنها بوید رو تحت تاثیر قرار داد، بلکه امنیت شهر رو هم تهدید میکرد. انگار این سریال به جای اینکه به سمت جنبندی جواب سوالا بره، دکمه استاپ رو فشار داده و در حال کش دادن الکیه. من حس کردم که قسمت 7 یه جورایی آب بندی بود. قسمت 7 فصل 3 منظورمه. طوری که انگار ارزش واقعی سریال رو هم کم کرد، چون توی فصل 3 باید به اوج تنش ها نزدیک می شدیم، ولی به جای شاهد یه آببندی خیلی ناشیانه بودیم که سرعت پیشروی رو هم از بین برد. اگه یادتون باشه فصل دوم خیلی پرتنش بود و هر قسمت یه اتفاق عجیب می افتاد که قیافه من اینطوری بود که What the fuck is that؟ چیزی که توی فصل 3 دیده نشد. این موضوع باعث شد که سریال فرام توی سوشال مدیا شدیداً مورد انتقاد قرار بگیره و مخاطبا بگن که با این وضعیت مثل اینکه سریال فرام قراره تا آخر ادامه پیدا کنه، معمایی جدید مطرح کنه و معماها حل نشده باقی بمونه و رهاش کنه و بره سراغ معمای بعدی. برای مثال صدای مرموزی که جیم از رادیو میشنید، اگه یادتون باشه فصل اول این موضوع وجود داشت و هنوز هم توی فصل 3 بهش پاسخی داده نشده. یا جعبه موسیقی که توی فصل دوم معرفی شد، اصلا کجا رفت؟ غیب شد و هیچ اثر و توضیحی ازش نیست. حتی مشخص نیست هدف از معرفی این جعبه چی بود. همین چیزا باعث شده مخاطبا فکر کنن که روایت داستان از شفافیت خارج شده و خیلی از موضوعات به فراموشی سپرده شده. یعنی طوری شده که آدم فکر میکنه که حتی خودشون هم نمیدونن دارن چی کار میکنن. سریال فرام وارد یه الگوی خیلی خطرناک شده. الگویی که فقط برای شما پیش زمینه میسازه، معما رو باز میکنه و یهو رهاشون میکنه یا به تأخیر میندازه. خود این مسئله باعث کاهش جذابیت این سریال شده. روایت داستان واقعا داره ضعیف عمل میکنه. فصل 3 انگار کلش مقدمه یه داستان طولانی بود، طوری که تمام موضوعات رو معلق نگه داشته و به جای تمرکز کردن یا جواب به موضوعات جدیدی استارت میزنه. جالبه بدونید که نویسنده ها گفتن فرام قرار نیست مثل سریال لاست بشه و همه چیز برنامه ریزی شده است، ولی چیزی که من دارم میبینم واقعا اینطوری نیست و دقیقاً داره مسیر سریال لاست رو طی میکنه. خب دوستان، اینم از ویدیو امروز. حتما شما هم نظرتون رو راجع به سریال فرام برام بنویسید و بگین که به نظر شما هم خیلی زیادی داره کش پیدا میکنه یا نه همه چیز اوکی.